باور کردن یکیش مثلا مؤسسه دولتی فیلم برابر محمد سید شاهیان دیگرش روبری کمپانی فوتور مارنو سیدمراد دولت خیلی تاثیرگذار است در خواندن من و همچنین به کینستودیو سینما و همه با اون هنرمندا اینجا من مستورای ارتیق شدن که آواز دادن در این فیلم صدها آوازشون خسته نباشه هم دارند اسفندیار غلام همه قدر است رویش مویا نمیبینیم روی مویش مویا بشینید اگر نباشه وقت هست ما تا 10 دقیقه وقت داریم من بسیار می‌ندار سپاسگزارم از کارگردانی که محیدین مظفر که لایق دانستند و پس در این نقش یک حصه گذاشتند و خصوصا این گروه کاری یک انسمبل خیلی زیبایی بود خودتون دیدید خصوصا در آن حشری که مانع کارگردان کردن چقدر خیلی زحمت های همه به خصوص محیدین اینکه حشرهامو بسیار داشتیم بله بعد اینطور نکته سنجیده هر یکی ما با هر یکی ما کار میکردیم و من شخصا بسیار میندارم و فکر میکنم که در آینده یکی از بهترین کارگردان های تاجیک ما میشوند و امید هست که بسیار فیلم ها میگیرند و همین خیلی کفکوبی میکنیم بله با محبت تشکر به شما که وقتی خودتان از غنیت نداشته آمدید و راستی که خب این یک کاری نمیدونم این شما تفیشید میخواه نکنید دیگه چی کنید تشکر به محیدین که باور کرد و ما دعوت کرد و شکر که همین خیلی چیزی شد خدا کند که همین گونه اکنون کارها زیادتر و زیادتر از این خیلی خوبتر شود که ما معرفیگریم خواهیم نخواهیم ما معرفیگری فرهنگ و هنر این ملتیم همین بار در دوش ماست اگر ما نکنیم پس کی کنند و اگر ما معرفی نکنیم و اگر ما به قدر ارزنده اون چیزی لازم است اگر پیشنهاد نکنیم گمان است که ما به خوبی بشناسند یا فرهنگی ما اصلی ما را دانند برای همین شکر میگویم که همین کار شد و خدا کند که همین گونه کارها هر چیز زیادتر باشد تشکر و همه اون گروهی که ما اونجا بودیم کار کردیم راستی گپ یک بار دیگر من 2 سال پیش یادم آمد با خیلی 2 سال جوان‌تر شدم با همین زیه که عبدالله به شما محیدین جان از صمیم دل تشکر میگویم من به سرم خم میکنم همچون صنعتکار به نهایت کاری مشکل رو به ذمه خودتون گرفتید لیکن این همه قدر حیاتی است پیش از همه موضوع عجایب رو انتخاب کردید شما و از عهده‌اش بر آمدید ما در همینجا نشسته گریه کردیم اکتورهای خیلی خوب رو شما انتخاب کردید مشکل به همه اینها وظیفه هاشون رو نقص فرمودید نقص برای شدن موضوع اساسی کوشش کردید که چقدر پاوزه های نقص اینها گپ نمیزدن لیکن ما حس میکردیم درد اینها و من مثلا این خیلی خلاصه برآوردم از این فیلم که دوستان عزیز ما باید متحد شویم ما باید از پس چیز و چاره نشویم از پس پول و منصب و وظیفه نشویم ما پیش از همه باید کوشش کنیم که اون بایگری معنوی که ما داشتیم همین رو دوام دهیم و درباره ما تاجیکان گویم که در حقیقت اینا خلق بزرگ هستند اینا خلق با فرهنگ هستند اینا خلق دوست هستند و یکدیگر یاری میرسانند من مثلا چنین خلاص از این فیلم برآوردم خیلی فیلمتون
چی گویم تأثیری تربیوی دارد. در اینجا بسیار جوانان نشستند. دوستان از پای انانین شویتون کوشش کنیتون که همین تربیه نرس گیریتون خونتون الله خونتون و باطنان بای شویتون و غمی خلق و غمی دولتتون خوریتون. اگر شما اون من چقدر جناب اولی پرزیدنت ما میگوید که خونتون من با جوانان باوری داریم، لیکن جوانان اگر کوشش و غیرت نکنند، اگر در باره مثلا مدنیت خودشون اختصاص خودشون کار نکنند و کی توجیکون ما رو کی دولت ما رو پیش میبرد. بنابراین به فکرم از این نقطه نظر فیلم شما میبین جون خیلی اهمیت تربیتی دارد. تشکر به شما. تبریک شما یعنی بسیار به در سطح عالی و درجه عالی شد. فیلم آغاز شد از مستوی محوری جلال الدین بلخی و خاتمه یافت با سطرهای مولوی. صلوات بر روی پرفتوح جلال الدین بلخی. انشاءالله که برکت اون به شما تاثیر کرده باشد. یک چیز دیگر من چیزی دوستانه و عائله‌ای میگم، وقتی که شما در صحنه دیدین در روی اکران چخیل و شاه هم میگفت عبدالمومن در زندگی هم همین خیلی است و بچه‌هاش منظراش از دور سرود میگه. یک افسانه ها میگه که موت معبود میشه بهوده در نروژ در آزمون قصه‌گویی جای اول گرفته. همین خیلی انسان هستن چخیلی که همین چیزا بازی کردن. تعظیمم رو گویم و گویم که امید رو برگرداندید. در همه لحظه های تاریخی تاجیکان می توانستند دوستی رو نگاه دارند و شما نشان دادیتون که در این لحظه بسیار مشکلی که ما از سر گذرانده استادیم بازم همون موضوع برگشت و بازم همون موضوع جوانهای عجایب ما رو تربیه کرده استاده است. و شما تعظیم تشکر برای سرودی پدرم. صلاح‌الدین شکرزاده دو تا بهترین نقش مردانه گرفتن، هم در ارنبور با همین فیلم و هم در سال گذشته است تاج سامان. اکی ساندیو اکی عبدالمومن علا که همارا گفتم ما چی میخوام گفتم هر چی که ما تونستیم در یک مدت کوتاه قدر این مردک ما رو عذاب داد و بهترین روزا بود برای ما. یک نفری که تویندم یک در فیلمو اپیزودا بازی میکردم و یک بار خیلی در مورد دیدم مانونا دعوت کرد و فیلم در یک مدت کوتاه با چقدر عذابا گرفته شد و با مبلغ ناچیز شاید اینا گفتن من خوب نباشد، لیکن در فستیوال ها با فیلم های سر به سر میشد که میلیون دلار و میلیون ها خرج آمده گرفتن. یک فیلم ما 8 نفر دیدم، 12 نفر استپا دیدم، 12 نفر 450,000 دلار خرج گرفته. 12 هنرمند خرج اینجا قریب میلیون تا یک آدم باید از نزد همین کامera گذرد. محیدین همون هم از بعد 15-20 نفر جدا میکرد، یک ساعت رپتیسیون میکرد با هم دیگه هم تگذار. کارگردان نمیخه باید باشه، هم در تئاتر هم در تشکر زیاد. من مینداری و سجدم به استاد عزیزم ولی عادت کردم. میخواهم که کس واقعا مثل پدر 2 سال ما در مکتب تربیت کردم، میگوبینی کردم، شبها در خونه‌هاشون یک خلوق می‌کردیم و این ابرزهای صحبت میکردیم. گفتم نه با اهمیت من اینش با اهمیت
و بختیار کریمov سناریستی شب دوی شب سه شب ما علاقه می‌برمودیم مویدین کدوم فکر بزرگ اومد یعنی همه بچه ها اپراتورها در میدان نوار ما تا 20 ساعت کار میکردیم که یگان لحظه گذشته نرود ما انتظار میشدیم 5 ساعت که جای کادر بیاد بعد گیریم و من سری تعظیم فرو میارم با همه گروه ایجادی بچه ها که شب روز کار کردن سپاس همون فیلم با تماشابین زنده است یک روایت سینمای تاجیک